عزیز نادیده من، دنیا مطلقاً سیاه و مطلقاً سفید نیست. آدم‌ها مطلقاً خوب و مطلقاً بد نیستند. در هر کدام از ما آنقدر بدی هست که کاملاً خوب نباشیم و همچنین در هر کدام از ما آنقدر خوبی هست که مطلقاً بد نباشیم. در جهان آنقدر امید هست که ناامید نباشیم. بعد از این هر غروب که دلت گرفت و اندوه جهان روی سرت آوار شد، به طلوع هم فکر کن. خزان را که دیدی به بهار هم فکر کن. و از آدم‌ها که به تو رنجی و اندوهی رسید، به بد بودنشان که فکر کردی، به این هم فکر کن که همان آدم‌ها جایی و برای کسی آدم خوب داستانند. نه همیشه ناامید و نه همیشه امیدوار باش، چرا که هر شرایط و هر موقعیتی احساسات متفاوتی را ایجاب می کند و همه چیز نسبی است، حتی خوب یا بد بودن آدم ها، حتی سیاه یا سفید بودن این جهان. روی هیچ چیز و هیچ کس نمی توان مطلقاً حساب کرد، اما تو زندگی کن و فراموش نکن که تو باید بتوانی میان این همه انسان روی خودت حساب کنی.